سلام دوستان عزیز، امید که جور صحتمند باشین. در ویدیو میخوایم بر شما طریقه ثبت نام بورس سلواکیا را یاد بدم که جهت ثبت نام اول باید داخل لینک بورس سلواکیا شیم که ما لینکش حتما در قسمت دیسکریپشن باشه میمونم. زمانی که ما داخل لینک شدیم برای یک صفحه ظاهر میشه و ما قبل ثبت نام باید یک اکانت به خود جور کنیم و خود راجستر کنیم. به خاطر قسمت راجستر کلیک نموده و برای ما یک صفحه باز میشه. زمانی که صفحه باز شد ما ایمیل خود و همچنان پسوردی که میخوایم به اکانت خود بدیم یک پسورد برش اضافه میکنیم همراه با نیم و تخلص خود اضافه میکنیم که ما تمام کارا را کردیم و شما زمانی که انجام میدین کوشش کنید که دقیق این معلومات پر کنین و زمانی که دکمه راجستر ما بزنیم برای ما در ایمیل ما یک ایمیل میں و یک لینک میں ما از طریق زوم میزنیم داخل اکانت خودشیم. خب ما تمام کارا رو کردیم و برای ما یک ایمیل هم آمده. خب این میبینیم که ما ایمیل آمده داخل زوم کشیم. زمانی که رو بزنیم ایمیل ما اکتیویت میشه، اکانت ما اکتیویت میشه و ما داخل اکانت خود میشیم. یعنی اکانت ما اکتیویت شد و دوباره اینجا میتونیم با ناشته کردن ایمیل و پسورد خود داخل اکانت بشیم. که آواز نمیکنم. خب زمانی که ما کد بزنیم ایمیل خودم را با پسورد خود بزنیم داخل اکانت خود میشیم. یک قسمت 8 مرحله داره که اول شکست همون معلومات ابتدایی ما که از ما نام و غیره رو میخواه. خب دیگه قسمت کس دو معلومات از پیش ما خواست. اول تا کس دیگه ای بعد ما که از کشورهای یعنی ما باشنده خود کشور سلواکیا نمی باشیم و شهروند خود سلواکیا نمی باشیم، ما گزینه اول دیولپینگ ایده انتخاب میکنیم و در قسمت دومش هم که کشوری که ما ازش هستیم اون انتخاب میکنیم که ما خب فعلا از افغانستان هستیم، باید افغانستان انتخاب کنیم. افغانستان خب زمانی که افغانستان انتخاب کنیم و در قسمت سوم هم یک گزینه است. خب دیگه قسمت هم برای ما گفته که آیا شما زبان سلواکیایی را میفهمید و اینجا ما باید نو را بگیریم و زمانی که تکمیل کردیم گزینه سه و فشار میدیم و پیش میدیم. خب در قسمت دوم بعضی معلومات از ما خواسته که نام است قبلا درج شده، نام الله با تخلص و سال تولد. خب در قسمت هم اینجا شور نمت برد، یعنی اگر در کار تولدتان یا زمان تولد کدام تخلص دیگه یا نام دیگه داشتین میتونید درج کنین و کی دلخواسته و در قسمت دیگه هم جندر یا همون جندر خودم میتونیم انتخاب کنیم، میل یا فیمیل، مریتال استاتس یا حالت مدنی ما که اگر سینگل بودیم میتونیم سینگل بگیریم و اگر متأهل بودیم مریض انتخاب میکنیم و بعد از او هم دیت آف برت است یا هم تاریخ تولد ما که دیگه ما تاریخ تولد انتخاب میکنیم. خب ما دیگه یک تاریخ انتخاب میکنیم، شما کوشش کنید که تاریخ تولدتون دقیق انتخاب کنید. خب پلیس آف برد کجا تولد شده اینجا من کابل میگیرم و همچنان
سیتیزنشیپ که قبلا درد شده نشون ندادیم که افغان است، افغان میگیریم و همون شماره پاسپورت دارم میتونیم اینجا اضافه کنیم. خب ایشون خب و دی قسمت هم به امو قسمت در کدام جایی که شما پاسپورت تانه گرفتین امو تاریخی که در پاسپورت تانه گرفتین او را میتونین دی قسمت درج کنین و بعد از هم جایی که ازش پاسپورت گرفتین که ما کشوری که ازش پاسپورت گرفتین یا هم میتونیم افغانستان رو بگیریم و همچنان قسمت آخر هم که توسط کدام کشور یا هم دی قسمت میتونیم نوشته کنیم ریاست پاسپورت و یا هم میتونیم افغانستان هم نوشته کنیم هر دوی درست میه. خب بعدم گزینه سیو کنتینیو را فشار میدید و اینجا که است این معلومات فامیلی ماست و معلومات درباره فامیل ما خواسته که نام و تخلص پدر ما خواسته و اینجا هم نام و جای تولد پدر خواسته. خب فرست نیم شروع نیم و اینجا هم نام مادرتان میتونید به نوشته کنید. جای تولد مادرتان و دیگه هم جایی را که میخواین روزی سلواکیتان از اینجا بگیرین اینجا درج میکنین که یه اختیاری هست میتونین درج کنین و یا نکنین و از این قسمت هم که آدرس فعلیتان که حتما باید درج کنین که من فقط اینجا خب در قسمت بعدیش هم که شماره تلفنتان خواسته که میتونین رو درج کنین. خب بعد از اون کس ایمیل دیگه باید ایمیلتان رو بگوین درست نوشته کنین. و بعد از ایمیل هم کس آدرس یا آدرس دایمی ما رو خواسته که اینجا مطابق تذکیری خود میتونیم اینجا درج کنیم. خب این دو بخش دیگه کس اختیاری است و دیگه هم میتونین نام و تخلص و معلومات درباره شخصی که در صورتی که اونها مثلا بس معلومات ضرورت داشته باشین یا شخصی که شما بالای اعتماد دارین و در صورت ضرورت اونا به حالت اضطراری با فردتون بجای شما با تماسشان میتونین درباره زو شخص معلومات نوشته کنید که میتونه اون شخص پدرتان باشه و یا پدر و هم کدام رفیقتان باشه. خب دیگه بوده نوشته میکنیم و در قسمت آخر هم میتونید امو ایمیل و امو شخص نوشته کنید. خب اینا باید باشه میره خب در مرحله پنجم آمدیم اینجا کس درباره کدام مقطعی که شما میخواین میتونید یعنی کدام مقطع شما میخواین به کشور سلواکیا بخواین یا به کدام مقطع شما
ثبت نام میکنین، میتونین او را از جای انتخاب کنین. وقت فعلا به مقطع لیسانس ثبت نام میکنم، گزینه لیسانس انتخاب میکنم و در قسمت دوم کس این انتخاباتتان است که میتونین یک پانزه و یک پانتون انتخاب کنید که من فعلا کامپیوتر ساینس رو میخوایم بخونم، کامپیوتر ساینس رو انتخاب میکنم. و در قسمت هم کس شما باید معلومات درباره مکتبتان نوشته کنید که در کدام مکتب خواندید. خب اینجا نام مکتبتان نوشته میکنید، این همراه با آدرسش در قسمت اول و در قسمت دوم هم باید نوشته کنید که از کدام صنف تا کدام صنف در مکتب خواندید. خب ما از صنف اول تا 12 در یک مکتب بودیم و قسمت سوم کس این مربوط به میشه دیگه شما باید اما عمومی یا جنرال انتخاب کنید. و در قسمت اخیر شما اما فیصدی داران مکتبتان میتونید برسانید. زمانی که تکمیل کردیم گزینه سیو فشار میدیم. خب در قسمت ششم هم کس اینجا درباره شما کدام مدرک زبان دارید میتونید برسانید. مثلا از شما خواسته پروفیشنسی این سلواک زبان سلواکی کدام پروفیشنسی دارید میتونید اینجا برسانید. قسمت دوم هم تمام زبان ها رو برای شما دانه دانه نوشته، اگه به هر کدام مهارت دارید میتونید انتخاب کنید. خب من در زبان انگلیسی سند دارم رو انتخاب میکنم و در قسمت هم کس گفته که شما در زبان دوم و جز از زبان داخلی کدام سندی دارین میتونید او را در قسمت برسانید. خب ما در زبان انگلیسی سند دارم، زبان انگلیسی رو نوشته میکنم و در قسمت هم کس این مربوط کسایی که دکترا میخوان، این مربوط دو اشخاص میشه که کدام نشریات و غیره که داشتن میتونن اینجا برسن. و در خانه خالی دیگه هم کس دیگه اگر شما کدام چیز اضافی دیگه هم میدانیم که کدام حقیقتی که همین کمیته بورسی سلواکی درباره شما نمیفهمن و میخواین که درباره تان بفهمن میتونن اینجا رو درج کنین. و این دو هم و این قسمت بعدی هم کس دو دانه تعهدنامه است که از شما میگیره، اینجا باید تک کنین. خب این بخش هم خلاص شد، سیو و کنترل رو فشار میکنیم و در قسمت هفتم کس اینجا از شما اسنادتان میخواد. قسمت اول اگر شما با اسکنر دسترسی ندارید میتونید قسمت انتخاب کنید و هرگاه اسنادتان مثلا در کیفیت پایین اسکن شده میتونید انتخاب کنید. و قسمت دوم هم کس عکستان خواستم که باید 3.5 در 4 سانتی متر باشه و مگاپیکسل شما 350، رزولوشن شما 350 تا 400 باشه. و قسمت دوم هم کس امو اپلیکیشن فرم در زمانی که ما ثبت نام خود تمام کردیم اونجا با ما یک اپلیکیشن فرم میده که را دیگه پیست میکنیم. و در قسمت بعدی هم که سرتیفیکیت یا ترانسکریپت دوران مکتب ما رو خواست دیگه او را پیست میکنیم. و در قسمت بعدی هم که در قسمت هم که از ما ترانسکریپت دوران مکتب خواست. قسمت بالا که بود دیپلم دوران مکتب بود و قسمت که ترانسکریپت دوران مکتب خواست. قسمت بعدی هم کس بر سرتیفیکیت از ما خواسته یا ما کارت تولد رو در قسمت پیست میکنیم. و در قسمت هم کس ریکمندیشن لتر که دو ریکمندیشن لتر میتونیم ما در قسمت پیست کنیم. و در قسمت کس ما میتونیم یک سی وی خود در قسمت پیست کنیم. و قسمت اخیرش هم کس از صفحه آخر
پاسپورت خود ما میتونیم صفحه پاسپورت خود در قسمت آخر پیست کنیم. خب زمانی که ما فعلا دیگه پیست نمیکنیم چون ما ثبت نام کردیم و شما گوش کنید بکنید دقیق تمام اینا رو دیگه پیست کنین و گزینه کانتینیو رو فشار بدیم. خب زمانی که ما گزینه رو فشار دادیم قسمت آخر است که دیگه ما تمام مشخصاتی که ما در در اپلیکیشن فرم خود رساندیم اینجا برای ما نشان میده. هر کدام مشکلی داشتیم یا کدام مشکلی بود میتونیم او رو دوباره ادیت کنیم و تغییر بدیم. در صورتی که مشکلی نبود ما سند اپلیکیشن رو میزنیم و پروسه ثبت نام با پایان میرسه. خب زمانی که ما سند اپلیکیشن رو زدیم دیگه اما باید اسناد پیست نکردیم به خاطر با من وارنینگ میده که تو باید این اسناد پیست کنیم و زمانی که شما تمام اسنادتان به گونه دقیق پیست کردین و گزینه سند اپلیکیشن زدین در ایمیلتان بر شما یک ایمیل تاییدی میاد که پروسه ثبت نام شما انجام شد. خب دوستان این بود پروسه ثبت نام بورس سلواکیا. اگر کدام مشکلی داشتین میتونید در قسمت کامنتس و برای من نوشته کنین و یا هم در قسمت ما شماره واتساپ همچنان میگذارم. اگر مشکلی بود میتونید دوجه هم برای من نوشته کنین و من انشالله براتون با بهترین فرصت جواب میدم. و به خاطر حمایت از ما چینل یوتیوب ما رو سابسکرایب کرده و ویدیو ما رو لایک کنید. تشکر از وقت.